ضخامت این LCD چند میلیونی از یک کارت بانکی هم کمتره و تکنولوژی ساختش با تکنولوژی LCD آیفون 16 پرو مکس یکیه و اپل نیست، پوکو شیائومیه. چند روز پیش که این آقای خوشتیپ این گوشی رو آورد و گفت زدمش زمین و LCD شکسته و برام LCD رو کلا تعویض کن، ولی بهش گفتم برات تعمیرش میکنم. خودش که باورش نمیشد. ولی بریم که بهتون نشون بدم. درب پشتشو که باز کردم، اوه، کل اون حجم از دوربین های روی قاب پشت شد همین سه تا دوربین بسیار کوچولو. پیچ ها با شیلد پلاستیکی رو که جدا کردم، جفت کانکتور باتری ها رو قطع میکنم و باتری رو جدا میکنم. به این میگن سنسور اثر انگشت آپتیکال و به این میگن ویبراتور. با ورق تاچ LCD پلاستیکیشو که جدا کردم، با سیم فولادی و سپراتور شیشه شکسته رو جدا میکنم و یه تست از LCD ژله‌ایش میگیرم و چسبای اضافیشو تمیز میکنم و یه شیشه جدید برمیدارم و با دستگاه لامینت روی LCD پرسش میکنم. یه مقدار چسب میزنم و تاچ LCD رو برمیگردونم سر جاشو، سوکت رو متصل میکنم و باتری رو برمیگردونم سر جاشو، شیلد پلاستیکی و پیچاشو هم میبندم. محافظ دوربین 64 مگاپیکسلیش که جنسش از حالت چرم است رو برمیگردونم سر جاشو و کار این گوشی 30 میلیون تومانی تمومه.